به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه ورزاب با عریضه جوانزن 25 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 2 فوریه سال 2023 5 نفر جوانزن تخمین ساعت 22:00 دقیقه با автомاشین کرایه‌کش او را به حدود ناحیه ورزاب آورده حقارت و دشنامه قبیح داده مورد لطاکوب قرار دادند. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته 2 نفر آنها تلفن موبیلی تمغه هونور 50 را آشکارا تصرف نموده با این کردارش به جبر دیده به مبلغ 4000 سومانی ضرر جدی رسانیدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را 5 نفر جوانزن از 18 تا 23 ساله ساکنان شهرهای دوشنبه، کولوب و ناحیه رودکی صادر نمودند. از روی این حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در ناحیه شاهمنصور مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه سپتامبر سال 2022 در کوچه رودکی شهر دوشنبه مرد 43 ساله ساکن ناحیه رودکی با راه فریب به باوریشان در آمده از او $186,500 آمریکایی را گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما نامبرده وعده‌اش را اجرا نکرده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه شهر توز با عریضه مرد 45 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 2 فوریه سال 2023 تخمین ساعت 01:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد مغازه تلفن‌های موبیلی 777 شده از آنجا 11 عدد تلفن‌های گوناگون تمغه و 7500 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 26730 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را پیش دستگیر شدگان نابالغان 17، 14 و 17 ساله ساکنان امین ناحیه صادر نمودند. این چنین نامبردگان شب 27 و 28 ژانویه سال 2023 تخمین ساعت 01:00 دقیقه با راه پنهانی وارد مغازه تاج موبایل شده از آنجا 9 عدد تلفن‌های گوناگون تمغه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 9600 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت 2 نابالغ 17 ساله پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.